سلام دوستان، ما هر روز اسباب و وسایل مختلف را در خانه و یا بیرون از خانه استفاده می کنیم. خب ما با این وسایل از زمان طفولیت آشنا هستیم و فکر می کنیم همه چیز را در مورد آن می دانیم. اما در این وسایل علامات و یا نقاط مشخصی وجود دارد که شاید بسیاری از ما نمی دانیم که این رازها به خاطر چی ساخته شده‌اند. در اینجا ما با معرفی 8 تا از نقاط مشخص در وسایل می پردازیم که شاید اکثر شما دلیل ساخت آن را نمی دانید. شماره 8. سوراخی کوچک در زیر شیر دستشویی. هرچند سینک یا همان کاسه دستشویی دارای یک سوراخی است که در هنگام شستن دستها آب از آن خارج می شود، اما در قسمت بالای کاسه یک سوراخ کوچک دیگر نیز وجود دارد. خب این سوراخ را دیزاینران به خاطر طراحی کردند تا اگر موقع سوراخ پایانی سهوا یا از قصد مسدود شود، آب از این قسمت خارج شده و از سرازیر شدن آب در خانه جلوگیری می کند. شماره 7. سیم دفترچه یادداشت. اکثری از شماها حتما روزی از این کتابچه های سیمدار استفاده کرده اید. موجودیت سیم در این کتابچه ها آن را بسیار انعطاف پذیر است، بدین معنا که به راحتی می توان ورق دلخواهتان را از آن جدا و یا به آن اضافه کنید و نیز می توان کتابچه را به آسانی قطع و راست کنیم. اما آیا می دانید دلیل اصلی موجودیت سیم در این کتابچه ها چیست؟ سیم در این کتابچه ها به دلیل تعبیه شده است زیرا در زمان های سابق برای جلوگیری از جویده شدن ورق این کتابچه ها توسط موش های گرسنه جلوگیری کند، زیرا موش ها نه تنها به کتابچه آسیب می رساندند بلکه با خود مرض های ویروسی خطرناک را نیز منتقل میکرد. شماره 6. نوارهای گوشکی. این نوارها معمولا روی شاخه متصل کننده گوشکی ها و کیبل های وصل کننده قرار دارد. اگر متوجه شده باشید گوشکی های تلفنتان دارای 2 یا 3 نوارگاهی به رنگ های متفاوت از همان که دلیل ساخت این نوارها نه تنها دیزاین بلکه هر لایه و یا رنگ این نوار متصل به سیمی است که به گوشکی هایتان وصل است. از این روست که بعضی گوشکی ها دارای 2 لایه و بعضی دیگر دارای 3 لایه‌ای از این نوارها اند. اگر یکی از این نوارها شکسته شود یا صدمه ببیند، یکی از گوشکی هایتان نیز از کار می افتد. شماره 5. سوراخ در قسمت پایین قفل ها. آیا گاهی متوجه یک سوراخ کوچک در کنار کلیدگاه قفل شده اید؟ دلیل این سوراخ چی می تواند باشد؟ خب این سوراخ در قسمت پایین اکثری از قفل ها برای جلوگیری از زنگ زدن و خراب شدن قفل گذاشته شده. شما می توانید با استفاده از این سوراخ به قفلتان روغن دهید، وگرنه قفل ها تحت شرایط متفاوتی که قرار می گیرند بسیار زود زنگ زده و خراب می شوند. شماره 4. سوراخ در دسته های ماهیتابه و سایر وسایل آشپزخانه. همه ما گاهی آشپزی می کنیم و سوراخ هایی که در دسته های وسایل آشپزخانه دیده می شوند را یا این که اصلا متوجه نشده ایم و یا اگر شده ایم از آن استفاده نکرده ایم. خب این سوراخ ها در وسایلی که از آن استفاده می کنید می تواند بسیار کمک کننده باشد. در موقعیتی که دستتان بند است و نمی توانید قاشق پر روغنتان را جای دیگر بگذارید، شما به آسانی می توانید قاشقتان را در این سوراخ بگذارید. هم آسان است، هم نیاز نیست ظرف دیگری را ناشسته کنید. شماره 3. استراحتگاه سر در موترها. خب این نکته برای موترداران بیشتر مهم است. کسانی که موتر ندارند به امیدی که روزی موتر دلخواهشان را بخرند. این بالش که در قسمت بالایی چوکی قرار گرفته هم برای راننده و هم برای مسافران موتر بسیار ضروری است. لطفاً این موضوع را ساده نگیرید، زیرا این بالش ها برای امنیت سرنشینان موتر بسیار ضروری است. این بالش به خاطر ساخته شده تا در صورت تصادم از آسیب جدی به گردن جلوگیری کند. از آنجایی که گردن ما یک عضو بسیار شکننده است، از این رو به رانندگان توصیه می شود تا در هنگام رانندگی این بالش ها را در توازن با سرشان تنظیم کنند. اگر متوجه شده باشید این بالش ها در بسیاری از موترها قابل جدا شدن از چوکی نیز است. اگر چنانچه موتر در داخل آب می افتد و یا در یک وضعیت اضطراری قرار می گیرد، با استفاده از آن می توان شیشه را شکستانده و خود را از موتر خارج کرد. شماره 2. سوراخ کوچک روی سرپوش قلم.
یکی از چیزهایی که به طور تکراری روزانه متوجه آن میشویم اما هرگز به آن توجه نمی کنیم سوراخ‌هایی است که در انتهای سرپوش قلم‌ها وجود دارد که مرتباً از آنها استفاده می کنیم. اما آیا می دانید که این سوراخ به خاطر چی گذاشته شده؟ برخلاف بسیاری ها که فکر می کنند این سوراخ به خاطر خشک نگه داشتن رنگ ساخته شده، این سوراخ‌ها به خاطر جلوگیری خفه شدن در صورت بلعیده شدن توسط کودکی و یا افراد مضطرب ساخته شده است. اگر سرپوش قلم به طور اتفاقی بلعیده شود، این سوراخ از خفه شدن فرد جلوگیری کرده و تا رسیدن کمک‌های اولیت به فرد اجازه تنفس می‌دهد. شماره 1. چارجر لپتاپ. اگر در قسمت سیم چارجر لپتاپتان متوجه شوید، این قسمت برآمدگی وجود دارد. بسیاری ها فکر میکنن این قسمت به خاطر دیکوریشن ساخته شده، اما نه. این قسمت در واقع کامپیوتر شما را از ارتعاشات و فرکانس های بالا ناشی از جریانات الکتریکی محافظت میکند. این قسمت دقیقاً همانند یک تنظیم کننده و هدایت کننده عمل کرده و کامپیوتر شما را از خراب شدن نجات میدهد. در اخیر، اگر تا هنوز عضو چینل ما نشده اید، حتما سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید جا نمانید. تا بعد، خدا نگهدار. What are you doing? Jack.